الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم، دوستداران کلام الله متعال. الله را سپاس، الله را شاکریم به خاطر اینکه یک بار دیگر توفیق خدمت به کلام خودش رو نصیب کرد برای ما و این توفیق نصیب شد تا در جمع شما در کنار رحل قرآن کریم گرد هم بیاییم بار دیگر به خاطر تلاوت آیات کلام الله مجید. امروز هم بیاری الله متعال طبق برنامه‌های گذشته در دو بخش برنامه در خدمت شما خواهیم بود. بخش اول روخانی درس امروز تا هر جایی که فرصت شد از ابتدای آیه 30 سوره مبارکه بقره صفحه 6 مصحف عثمان تا آغاز خواهیم کرد انشاءالله روخانی رو. بعد در بخش دوم هم که انشاءالله بخش قسمت دوم برنامه که تماس‌های شما هست، تماس‌های شما رو خواهیم داشت و تلاوت‌های شما رو در همین صفحه تا هر جایی که برسیم اگر اضافه شد علاوه بر اون و عزیزانی که باز سنی ازشون نگذشته، نونهالان و خردسالان رو هم انشاءالله در بخش تلاوت سوره های آخری هر جا که دوست داشتن با شما خواهیم بود. میام برنامه که تا میبینیم برمیگردیم انشاءالله از ابتدای صفحه 6 آیه 30 شروع میکنیم روخانی رو به همراه شما هست. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اهل قرآن اهل الله و بندگان خاص او هستند. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد گفته بودیم یادآوری داشته باشیم که انشاءالله در خلال تلاوت این صفحه بیشتر به این مسائل دقت بکنیم. در موضوع احکامی که ما ذکر کردیم نسبت به تنوین یا همون نون ساکن یا تنوین، دو قاعده رو تا به حال گفتیم و امروز انشاءالله قاعده سوم رو هم خواهیم گفت و قاعده چهارم هم خود به خود، یعنی غیر از این سه قاعده دیگری اجرا میشه، همون قاعده چهارم. نون ساکن و تنوین 4 تا قاعده در روخانی قرآن کریم و در تلاوت قرآن کریم باید مد نظرمون باشه و دقت بکنیم. هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین حرف ب قرار گرفت، حرف ب بعد از نون ساکن یا تنوین حرف ب بود یا با، حرف با قرار گرفت، اون موقع اون نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه به میم و میم تلفظ میشه. این قاعده رو ما در عربی باش میگیم اقلاب با قاف، اقلاب یا همون قلب به میم، تبدیل شدن به میم. این قاعده اول. احمد جان میگه میام برنامه ببینیم، کوچیک مشکل نقص فنی کوچیکی داریم برمیگردیم. چشم، میام برنامه ببینیم برمیگردیم میشه. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
و ما تو را به سوی همه مردمان فرستاده ایم تا مژده رسان و بیم دهنده باشی، ولی بیشتر مردم نمیدانند. واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم نسلم حتى أمعاء في سوريتهم. هل تعرفون من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل تعلمون لماذا يحبه العالم؟ ما الذي جعل جذع الشجر يحن ويبكي على فراقه صلى الله عليه وسلم؟ الذي جعل هذا الجبل الساكن يهتز ضربا حين وقف عليه؟ إنه نبي الرحمة. ستسألون عن ذلك الحب الذي ملك القلوب. ويا من تحاولون الإساءة لنبينا الكريم، تعالوا واقرأوا سنته واسمعوا كلامه. نحبك يا رسول الله ونفديك بأرواحنا. وكيف لا نحبه وهو نبي الإنسان يحزن لحزن طفل مات عصفوره. ستعلمون حقا أنه ما بعث إلا رحمة لكم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. در برنامه‌های گذشته درباره قواعد نون ساکن و تنوین صحبت کردیم. نون ساکن و تنوین همش رو نگفتیم، چند تایی رو ذکر کردیم و انشاءالله امروز سعی می‌کنیم که تکمیلش کنیم. گفتیم که نون ساکن و یا تنوین، نون ساکن در کل، نون ساکن و تنوین، هر وقت که نون ساکن یا تنوینی دیدیم یکی از این 4 قاعده اجرا خواهد شد. 4 تا قاعده برای نون ساکن و تنوین وجود داره. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با بود، ب در فارسی با اسمش در عربی با هست. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با بود، اون وقت اون نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه به میم و میم تلفظ میشه و ما دیگه اون رو نون تلفظ نمی کنیم. مثلا در فارسی هم اینو بارها ذکر کردم، کلمه زنبور رو نمیگیم زنبور، میگیم زنبور. نون رو که قبل از با قرار گرفته ما اون رو میم تلفظ میکنیم. در عربی هم ما مثال های زیادی داریم، شاید کمتر صفحه‌ای از قرآن کریم باشه که ما به مثال ها بر نخوریم، که بعد از نون ساکن یا تنوین هر وقت با قرار میگیره میم تلفظ میشه. در همین درس امروز هم داریم چند تایی. مثلا کلمه من بعده، نمیگیم من بعده، میگیم من بعده، نون رو میم تلفظ میکنیم. این قاعده رو ما بهش میگیم اقلاب. اقلاب با قاف، یعنی قلب، از قلب گرفته شده اقلاب، یا قلب به میم هم به فارسی بهش گفته میشه. قلب به میم یعنی تبدیل کردن حرف نون به میم. این قاعده اول بود، قاعده اقلاب. این رو یاد بگیرید عزیزان، حفظ بکنید. قاعده اقلاب هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با قرار بگیره، اون نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه به میم. این قاعده اول. قاعده دوم در احکام نون ساکن یا تنوین، یا همون قواعدی که بر نون ساکن یا تنوین اجرا میشه، این هست که هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف یرملون قرار گرفت، یعنی اگر سر هم بنویسیم حرف یا، را، میم، لام، واو و نون، این 6 حرف اگر سر هم نوشته بشه میشه حرف کلمه یرملون رو تشکیل میده. این هم یرملون رو حفظ بکنید دیگه یادتون میمونه. کلمه یرملون، این 6 حرف، یا، را، میم، لام، واو و نون، حرف کلمه یرملون هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 6 حرف قرار گرفت، یکی از اینها قرار گرفت، اون نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه به حرف بعدش، هر چی باشه تبدیل میشه به حرف بعدیش و به این معناست که حرف بعدی تشدید پیدا میکنه. یا به ساده تر بگیم دیگه اون نون ساکن یا تنوین رو ما تلفظ نمی کنیم، بلکه اون رو تبدیل میکنیم به حرف بعدش. این قاعده رو ما بهش میگیم قاعده ادغام با غین. ادغام
یعنی دغم شدن. دغم یعنی تبدیل شدن، یعنی داخل شدن، یعنی یکی شدن. این قاعده است، اسمش هست قاعده ادغام یا همون قاعده یرملون. پس ما دو تا قاعده داشتیم، قاعده اقلاب که بعد از نون ساکن با می اومد تبدیل به میم میشد، و قاعده یرملون یا همون ادغام که بعد از نون ساکن یا تنوین یک از 6 حرف یرملون بیاد که نون تبدیل میشه به حرف ما بعد هر چی بود. یک قاعده دیگه هم هست که ما این قاعده رو بهش میگیم اظهار با ضا خواهر تا. اظهار از ظهور گرفته شده. کلمه ظهور هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف حلقی قرار گرفت. حروف حلقی حروفی هستن که از حلق ادا میشن، این مخرج اینها در حلق هست و 6 حرفن: همزه ا، همزه و ها، هی جیمی، عین و ها، غین و خا. هر دو تا ه، چه هی جیمی چه هی دو چشم، اینا هستن. همزه و ها، عین و ها، یا جابجا بکنین مشکل نیست. همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این 6 حرف رو یادداشت بکنین عزیزان. همزه و ها، عین و ها، غین و خا. هر دو تا هی جیمی هستن، همزه هست و عین هست، غین هست و خا هست. اگر اینا رو تلفظ هم بکنید، دقت بکنید در هنگام تلفظ، متوجه میشید اینها رو ما از قسمت حلق ادا میکنید، یعنی داخل زبان و دهان نیست، اینها از حنجره ادا میشه. همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این 6 تا حرف حلقی به اونها گفته میشه، به این 6 حرف گفته میشه 6 حرف حلقی، چون از حلق ادا میشه. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 6 حرف حلقی قرار گرفت، بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 6 حرف حلق قرار گرفت، حروف حلقی، اونجا نون ساکن یا تنوین همون طوری که هست ادا میشه. همون طوری که هست نون تلفظ میشه، از مخرج خودش هم تلفظ میشه. نون تلفظ میشه از مخرج خودش. این قاعده رو ما بهش میگیم اظهار، یعنی ظاهر کردن نون از مخرج خودش. نون از جایی که هست از همون جای خودش ادا میشه. پس 3 تا قاعده رو مد نظرتون باشه. قاعده اقلاب یا همون قلب به میم که بعد از نون ساکن یا تنوین حرف ب می آمد و نون ساکن تبدیل میشه یا تنوین به حرف میم و میم تلفظ میشه. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف یرملون آمد، اون موقع نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعدش و دیگه نون تلفظ نمیشه، حرف ما بعد تلفظ میشه، تشدید میگیره. این قاعده رو ما بهش میگفتیم ادغام یا قاعده یرملون. و هرگاه بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف حلقی که همزه و ها، عین و ها و غین و خا هستن، این 6 حرف اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 6 حرف قرار گرفت، اون موقع نون ساکن یا تنوین از مخرج خودش ادا میشه. تنها جایی که نون ساکن یا تنوین که همون نوعی از نون ساکن هست از مخرج اصلی خودش که پشت دندان ها به قسمت بالا هست ادا میشه، همین حروف حلقی هستن. هر وقت بعد از این حروف حلقی قرار بگیره میگیم اظهار میشه. این قاعده اسمش هست قاعده اظهار، یعنی ظاهر شدن نون از مخرج خودش. این 3 قاعده غیر از این حروف، یعنی غیر از با، غیر از حروف یرملون و غیر از حروف حلقی، اگر حرف دیگری قرار گرفت غیر از با که اقلاب میشد، غیر از یرملون که ادغام میشد، غیر از حروف حلقی که اظهار میشد، غیر از این 3 قاعده اگر غیر از این حرف دیگری قرار گرفت، اون موقع ما میگیم اخفا. این قاعده 4م و قاعده آخری هست. قاعده اخفا یعنی مخفی شدن. مخفی شدن نون تلفظ میشه، نه تبدیل به میم میشه، نه تبدیل به حرف ما بعد میشه، اما از مخرج خودش ادا نمیشه، از بینی ادا میشه. از بینی صدا میره داخل بینی، از بینی ادا میشه. مثلا مثل کلمه منکم نون ساکن هست در این کلمه منکم. بعد از نون ساکن نه با آمده، نه از حروف یرملون است. کاف نه از با هست، نه حروف یرملون است، نه از حروف حلقی هست. همزه و ها و عین و ها و غین و خا از اینا نیست و اینجا اخفا میشه. یعنی چی اخفا میشه؟ یعنی
در هنگام تلفظ ما این رو از بینی تلفظ میکنیم، نمیگیم منکم، میگیم منکم. زبان اصلا به مخرج نون نمیره، خود به خود صدا از بینی گوید، انگار که این نون از داخل بینی ادا میشه. منکم، نمیگیم منکم. یک مقداری هم روش توقف میشه، مکس میشه روش. منکم. اینها رو انشاءالله باز در خلال تلاوت انشاءالله بیشتر بهش خواهیم رسید. بریم به سراغ صفحه 6 و آیه 30 رو آغاز بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این حرف من هم برای اولین بار هر حرفی رو که دیدیم، هر نشانی رو یک بار توضیح میدم، دیگه بعد توضیح نمیدم که زودتر بریم. این فتحه است و گفتیم روی هر حرفی قرار گرفت این علامت فتحه است. روی هر حرفی قرار بگیره صدای اعمید. و این حرف هم، این الف اینجا همزه داره و زیرش کسره هست. این کسره هم علامت کسره در زیر هر حرف قرار میگیره و هر جا که قرار گرفت صدای ا میگیره اون حرف. و اینها رو دقت بکنین. حرف فتحه همیشه بالای حرف قرار میگیره و کسره زیر حرف قرار میگیره. و کلمه حرف بعدی رو با هم ببینیم. اینجا ذال ساکن هست، این علامت ساکن هست و علامت ساکن هر جا رو هر حرفی ساکن قرار داشت، اون حرف به کمک آخرین حرکت ما قبل خونده میشه. یعنی به کمک حرکت ما قبل که اینجا نیاز به کسره داره میشه و اذ قال. هر وقت بعد از فتحه الف قرار گرفت، اون حرفی که فتحه روی اون هست صدای آ میگیره، نه صدای ا. دیگه صدای ا نمیگیره، صدای آ میگیره. الان بعد از فتحه الف قرار گرفته میشه قا، نمیشه ق. و اذ قال ر، این میشه ر. این علامت تشدید هست. علامت تشدید به این شکل نوشته میشه و روش فتحه قرار میگیره یا ضمه قرار میگیره و یا زیرش کسره قرار میگیره. هر وقت این علامت رو دیدید، یعنی اینکه بعد این حرفی که روش علامت تشدید قرار گرفته 2 بار خونده بشه، چون این در اصل 2 تا حرف بوده، 2 تا ب بوده، یکیشو برداشتن به جاش این علامت تشدید رو گذاشتن، یعنی شدت یافتن، که متوجه بشیم که این در اصل 2 تا بوده. اولی ساکن بوده، دومی حرکت ضمه داشته. به همین خاطر همیشه تشدید 2 بار خونده میشه. حرفی که تشدید داره 2 بار خونده میشه، یک بار با کمک حرف ما قبل و یک بار تنها با کمک اون حرکتی که خودش داره. در این کلمه الان ما باید یک بار به همراه را بخونیم که میشه رب. یک بارم به همراه ضمه خودش ربک. و اذ قال ربک للملائکة. اینجا فتحه بعدش الف قرار گرفته، این الف کوتاه هست. فرق نمیکنه که الف به این شکل نوشته بشه یا به این شکل اینطور بزرگ در مثلا کلمه قا. این علامت مد هست، این علامت مد هست، یعنی کشیدن، و روی 3 حرف واو، الف و یا قرار میگیره. فقط حروف مد فقط واو و الف و یا هستن و وقتی که روی اینها قرار گرفت، یعنی اون الف اینجا مثلا الف هست، جایی که واو بود واو، جایی که یا بود یا، یعنی اون حرف باید کشیده بشه بیشتر از حد عادی خودش. اینجا چطور میشه؟ للملائکة اینجا میکشیم. چقدر بکشیم؟ من اگر خاطر داشته باشید قبلا گفتم که به اندازه فعلا تا انشالله باز برسیم به قواعد تخصصی تر مد، به اندازه 3 تا بسته شدن من سینوشین که کنار هم میاد خاطر میکنم، 3 تا حرف بسته شدن انگشت، به اندازه بسته شدن 3 تا انگشت بکشید. اینطوری که شما میکشید مثلا همین کلمه ملائکه للملائکة، ببینید من 3 تا انگشت که بسته میشه للملائکة، به همین حالت، یعنی اینقدر باید کشیده بشه حداقلش. فعلا اینو داشته باشید، باز در قواعد تخصصی ترش انشاءالله باز میرسیم کم کم. برگردیم. للملائکة، این تا هست. اگر این 2 نقطه نبود ه خونده میشد، اما وقتی که این 2 نقطه باشه دیگه ت خونده میشه. این ت خونده میشه
للملائکتی. اگر اینجا وقف بکنیم ما در هنگام وقف درسته که تا نوشته میشه. قاعده وقف چی بود؟ هر جا که ما وقف میکنیم آخرین حرفی که وجود داره باید ساکن باشه. آخرین حرفی که ما وقف میکنیم این حرف ساکن تلفظ میشه و حرکت بهش نمیدیم، به استثنای تنوین ان که اونجا الف میشد اگر یادتون باشه، مثل کتابن که میشد کتابا، یا مثلا ما ان میشد ما آ در آیه 21 خوندیم. اینجا در این کلمه الان این حرف تا اگر اینجا وقف کنیم دیگه این 2 تا نقطهش هم خونده نمیشه. این 2 نقطه خونده نمیشه، فقط ه تلفظ میشه. میشه چی؟ للملائکه. اگر وقف کنیم که وقف نمی کنیم، من به خاطر این که وقف کنیم چطور میشه میگم. اینجا چون هیچ علامت وقفی هست وقف نکنیم مناسب تر. خب و اذ قال ربک للملائکتی، اینجا نون به همراه ما خونده میشه اینی. این کسره، دقت کنید کسره الان مال نونه. این کسره مال نونه، این حرف نونه که تشدید داره. یک بار به همراه الف خونده میشه ان، یک بار هم به همراه این کسره زیر نی. چرا نی نه نگفتیم؟ نی چون بعد از کسره یا اومده. این یا بعد از کسره قرار گرفته و هر وقت بعد از کسره حرف یا قرار گرفت اون موقع صدای ای میگیره. اون حرفی که کسره داره صدای ای میگیره، صدای ا نمیگیره، میشه صدای ای میگیره به خاطر یایی که بعدش اومده. اینجا میشه چی؟ میشه انی زیاد نمیکشیم. انی جاعلون، جا فتح بعدش الف صدای آ میگیره. جاعلون این علامت تنوینه. این تنوین گفتیم که هر وقت این علامت تنوین روی هر حرفی قرار بگیره اون صدای نون اضافه میشه فقط. اونجا فقط این صدای نون اضافه میشه به چی؟ به لام. جاعلون. خب الان ببینیم بعد از این تنوین کدوم یکی از اون 4 تا قاعده‌ای که ما گفتیم جلوتر اجرا میشه. بعد از نون ساکن یا تنوین حرف ف هست. حرف ف نه از حروف یرملون هست، نه از حروف حلقی هست، همزه و ها و عین و ها و غین و خا، نه با هست که اینجا تبدیل به میم بشه. این قاعده 4 اینجا اجرا میشه، همون قاعده اخفا. قاعده اخفا همون قاعده بود که گفتیم نون یا تنوین از مخرج خودش ادا نمیشه، صدا مخفی میشه در بینی، بهش میگن اخفا. اینجا چطور تلفظ میشه؟ نمیگیم جاعلون فی الارض، جاعلون فی الارض. نون تلفظ میشه اما نه از مخرج، نون از بینی تلفظ میشه. اینطور تلفظ میشه، میگیم جاعلون فی الارض. جاعلون فی الارض نمیگیم جاعلون فی الارض، نه جاعلون فی الارض. صدا از بینی تلفظ میشه کلا، صدای نون فقط، صدای نون از مخرج اصلی خودش که دهان هست تلفظ نمیشه. جاعلون نمیگیم، میگیم جاعلون فی الارض. اینی جاعلون فی. این کلمه، این حرف به تنهایی فی خونده میشه، به تنهایی فی خونده میشه، کسر بعدش یا اومده میشه فی. اما اگر بخوایم بچسبونیم مقداری فرق میکنه وضعیت. این الف با این علامت صاد روش گفتیم که این علامت نشان الف وصل هست که در هنگام وصل ما قبل به ما بعد خونده نمیشه، اما اگر در ابتدای حرکت بیاد در ابتدای آیه و کلمه خونده میشه. خب این الف که خونده نمیشه، این لام ساکن هست. لام ساکن رو ما در ابتدای همین خط اشاره کردیم، گفتیم ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. الان اینجا ساکن نیاز به حرکت داره. این الف که حرکتی نداره از خود، این یا هم حرکتی نداره، این کسره مال ف هست. به همین خاطر ما برای خواندن لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داریم که کسره هست. این کسره مستقیم میچسبه به لام، میشه چی؟ فیل. نه یا اینجا خونده میشه و نه این الف خونده میشه، میشه فیل ارض. فیل ارض، فیل ارض، فیل ارض. اینی جاعل فی الارض، فی الارض.
خالی بعد از کسره لام یا اومده صدای ای میگیره. خلیفه. اگر اینجا وقف کنیم خلیفه خلیفه، این علامت خلیفه اگر وقف نکنیم، بذارین اول وقف نکنیم. خب اینجا اگر وقف نکنیم این تنوین ان هست، تنوین ان. خلیفتن اگر وقف نکنیم میشه خلیفتن. این علامت صاد با لام یای بالا هم قبلا هم اشاره کردم یکی از نشانهای وقف هست. این صاد مخفف وصل هست، این لام هم از اولا گرفته شده یعنی وصل اولا. صلا یعنی وصل کردن اولاست، یعنی اینجا اگر شما وصل کنید این قسمت قبلی و بعدی آیه رو بهتر هست، اما اگر وقف هم کرد کسی اشکالی نداره. پوزش اگر اینجا کسی وقف کرد اشکالی نداره، اگر وصل هم کرد باز هم اشکالی نداره. اما حالا در هنگام این که در هنگام وصل کردن میشد خلیفتن، خلیفتن در هنگام وصل کردن. در هنگام وقف اگر خواسته باشیم وقف کنیم چطور خونده میشه؟ گفتیم هر وقت که این تای دو نقطه هی که روش دو تا نقطه قرار گرفته که میشه تای دو نقطه، به اصطلاح تای تأنیث، این رو جای شما دیدید در هنگام وقف همیشه هر حرکتی که بالاش باشه حذف میشه بلا استثنا. چه تنوین ان باشه چه تنوین اون باشه. تنوین ان اگر خودش تنهایی در غیر از این حرف های با دو تا نقطه قرار میگرفت صدای آ میداد، اما اینجا در روی حرف هی که دو تا نقطه داره هم دو تا نقطهش هست میشه هم اون حرکتش هست میشه. چی میشه؟ خلیفه خلیفه. اگر ما اینجا وقف کنیم میشه خلیفه، نه این دو نقطه خونده میشه و نه این تنوین. خب تا اینجا از اول آیه یک بار دیگه بخونیم. و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه، در هنگام وقف. خب کلمه بعدی قالو، لام ضمه بعدش واو اومده. هر وقت بعد از ضمه واو اومد صدای او میگیره، اون حرفی که روش ضمه قرار گرفته صدای او میگیره، نمیشه او. ضمه به تنهایی صدای او میده، او. اما وقتی که به همراه واو بعدش واو بیاد اون موقع صدای چی میگیره؟ واوی که حرکت نداشته باشه صدای او میگیره، میشه قا. مثل اینجا فتح بعدش الف صدای آ گرفت، ضمه بعد واو صدای او میگیره. قالو. این مد هم اینجا نشان از این است که ما این علامت واو رو باید بکشیم. قالو قالو. این الفی که روش صفر قرار گرفته یعنی هیچ خوانده نمیشه، نوشته میشه خوانده نمیشه. خب اگر این دوتا کلمه رو به هم بچسبونیم الان، خلیفه و قالو رو، اینجا ما یک تنوین داریم این بالا، ما مثلا اینجا چون نوشته وصل اولا ما وصلش میخوایم بکنیم، این تنوین بعدش قاف قرار گرفته. الان کدوم یک از اون 4 تا قاعده اجرا میشه روی این؟ خب بعد از تنوین قاف قرار گرفت. قاف قاعده قلب به میم یا همون زنبور یا همون قاعده اقلاب که اجرا نمیشه چون اینجا ب نیست. قاعده اول که اجرا نمیشه. قاعده یرملون هم اینجا اجرا نمیشه چون قاف از حروف یرملون نیست، از اون 6 تا حرف یا را میم لام واو نون نیست، پس ادغام هم نمیشه. قاعده اظهار که گفتیم نون از مخرج خودش ادا میشه، نون یا تنوین هم اجرا نمیشه. چرا؟ چون بعدش یکی از حروف حلقی نیست، قاف از اون 6 تا حرف حلقی نیست که از قاف ادا بشه. شما میان در هنگام تلفظ قاف هم میفهمید که از سقف دهان اجرا میشه. قاف بگید قاف، میبینید خود به خود از برخورد زبان با سقف دهان قاف خارج میشه، نه از حلق. این از حروف حلقی نیست. حروف حلقی چی بود؟ همزه و ها، عین و ها، غین و خا. در هنگام تلفظ این دقت بکنید عزیزان، در هنگام تلفظ حروف حلقی هم دقت کنید، خود به خود وقتی تلفظ کنید و بعد تکرار کنید میفهمید که از حلق داره ادا میشه. اصلا احساس میکنید همزه ها، همزه و حالا با هی دو چشم شروع کنیم، همزه و ها، عین و ها، غین و خا، خود به خود میفهمید کلان هر 6 حرف از حلق ادا میشه. اما قاف از سقف دهان ادا میشه. اینجا قاف از حروف حلقی هم نیست که اظهار بشه اینجا، پس چی میشه؟ نه اقلاب میشه، نه ادغام میشه، نه اظهار میشه. قاعده اخفا اجرا میشه. در اغلب موارد قاعده اخفا اجرا میشه چون حروف اخفا بیشترن. غیر از این حروف یرملون و حروف حلقی و با بقیه همشون اخفا میشن. چی میشه اینجا؟ اینجا اخفا میشه، یعنی مخرج از بینی ادا میشه. چطور میشه؟ اینجوری میشه
میشه که خلیفتن قالو نمیگیم خلیفتن قالو، چون این اظهار کردیم اگر این کار بگیم، یعنی نون از مخرج خودش ادا کردیم. اینجا اخفا میشه، یعنی مخفی میشه نون در بینی، میشه خلیفتن قالو. بریم خط بعدی. خب قالو از خط بالا که گفتیم مد میشه قالو. بعدش اتجعلو فیها من. حالا اینجا نون ساکن داریم، این نون ساکنه. دقت کنید که یک قاعده دیگه هم ما گفتیم که حروف ناخوانا، حروفی که خوانده نمیشن، فقط 4 حرف هستن که اگر هیچ علامتی روی اینها نبود خوانده نمیشدن. واو، الف، لام، یا. حروف ناخوانا رو بنویسید، یادداشت کنید اگر یادداشت نکردید. حروف والی اگر سر هم نوشته بشن میشن والی، واو، الف، لام، یا. والی. این 4 حرف اگر هیچ علامتی روی اینها نبود خونده نمیشن. این 4 حرف فقط اگر علامتی روی اینها نبود خونده نمیشن. غیر از این 4 حرف خونده میشن همیشه حروف، ولی این 4 حرف اگر علامت نداشت خونده نمیشن. اینجا نون، الان اینجا قبلا هم یادآوری کردم که نون رو شیخ عثمان طه در مصحفش خدا حفظشون کنه بعضی جاها می‌بینید ساکن نمیگذاره اما خوانده میشه. نون از حروف 4 گانه‌ای که خوانده نمیشدن ناخوانا نیست که مثل والی، واو، الف، لام، یا که بگیم علامت نداشت خونده نمیشه. نه، اینجا نون ساکن است. نونی که علامت نداشت ساکن در نظر بگیرید. الان این نون ساکن کدوم قاعده اجرا میشه روش از اون 4 قاعده؟ بعد از نون ساکن یا هست. یا یکی از حروف یرملون بود، اینجا قاعده ادغام اجرا میشه. یعنی اینکه ما باید این نون رو تبدیل کنیم به یا، حرف بعدیش. نون رو باید یا تلفظ کنیم، نباید بگیم من یفسدو، بگیم می. این نون یا تلفظ میشه. میشه چی؟ می یفسدو. دقت کنین، من نگید من یفسدو، نون تبدیل میشه به حرف ما بعد. من یفسدو فیها من یفسدو فیها و یسفکو من یفسدو فیها و یسفکو. تا اینجا. بریم حرف بعدی. الف خونده نمیشه چون در هنگام وصل، این علامت وصل بود، الف وصل در هنگام وصل خونده نمیشه. این لام هیچ علامت روش نیست. ببینید روی این لام هیچ علامتی، این کسره مال داله، این لام هیچ حرکتی نداره، خونده نمیشه. از حروفی هست که اگر علامت نداشت خوانده نمیشه. حروف والی، واو، الف، لام، یا. این لام خونده نمیشه، این الف هم خونده نمیشه. این تشدید، حرف مشدد نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل. لام حرکت نداره، الف حرکت نداره، کاف حرکت ضمه داره. اینجا ما کاف رو باید حرکت ضمه رو بچسبونیم به دال. یک بار دال به همراه این ضمه خوانده میشه، یک بار به تنهایی با این کسره. میشه چی؟ و یسفکد دیما و یسفکد، دال میچسبه به دال. یسفکد دیما، اینجا مد میشه، الف کشیده میشه. و یسفکد دیما، این وسط نه این الف تلفظ شد نه این لام. انگار فکر کنید اصلا اینا وجود نداره. و یسفکد دیما و نحن نسبحو. با 2 بار خونده میشه، یک بار با فتحه سین، یک بار با کسره خودش. و نحن نسبحو. خط بعدی بحمدک. میم رو در هنگام ساکن بودن دقت کنید حرکت ندید. بحمدک نشه بهم. بعضی از عزیزان اینجوری میخونن بهم، اینجا کسره میگیره میم در این حالت، میگن بهم. نه، میم رو همین که به مخرج میم رسیدید توقف کنید. بحمدک و نقدسو.
دال یک بار به همراه فتحه قاف خونده میشه، یک بار تنها به همراه کسره خودش. و نقدس لک و نقدس لک، این در هنگامی است که ما وصل کنیم. اگر اینجا که علامت وصل اولا هست، اگر کسی وقف کرد چی میشه؟ لک میشه لک. و نقدس لک، اگر اینجا کسی وقف بکنه کاف ساکن میشه، اگر وقف نکرد که همون لک میشه. خب ما ادامه میدیم. و نقدس لک قال اینی اینجا بعد یا رو چون مد روش هست بعد بکشیم. اینی اعلم قال اینی اعلم ما لا، اینجا لا میشه، بعد از فتح الف اومده، اینجا بعد از فتح الف اومده بود، هر دوتا صدای آ میگیره. ما لا تعلمون روی ما و لا دقت کنید. این رو من در برنامه گذاشتم یک توضیحی دادم خدمتتون که قاعده‌ای ما داریم برای پرخواندن. چه موقع ها الف پر خونده میشه یعنی دهان به سمت بالا باز میشه، و چه موقع الف باریک خونده میشه یعنی دهان به سمت افقی باز میشه. مثل چی؟ مثلا قال، ببینید دهان الان سمت بالا باز میشه. قال نمیگیم قیل، نه قال، اینجا دهان به سمت بالا باز شد. اما در کلمه ما مثلا همینجا در آخر آیه ما لا تعلمون نمیگیم ما، نمیگیم ما لا تعلمون، اینی اعلم ما لا تعلمون. این فرق پرخوندن و باریک خوندن. چه موقع پر خونده میشه الف؟ اون حرفی که الف روی اون هست چه موقع خونده میشه؟ 8 حرفن که پر خونده میشن، اینا رو یادداشت کنید. حروف استعلا بهشون میگن، حروف مستعلیه به اونها میگن، یعنی استعلا یعنی طلب بالا رفتن، مستعلیه یعنی بالا خونده شدن، پر خونده شدن، از الف میاد. این 8 حرف چیا هستن؟ صاد، ضاد، تا، ظا. این 4 تا که پشت سر همن. صاد و ضاد و تا و ظا و غین و قاف و خا و را. یه بار دیگه میگم صاد، ضاد، تا، ظا، غین و قاف و خا و را. هر وقت اینها الف روی اینها قرار گرفت پر خونده میشن. غیر از این حرف هیچ کدوم پر خونده نمیشن. غیر از اینها هیچ کدوم پر خونده نمیشن. این 8 حرف فقط پر خونده میشن. یعنی هر وقت روی این 8 حرف الف قرار گرفت دهان به سمت بالا باز میشه. اما در غیر این 8 حرف دهان به سمت بالا باز نمیشه، به سمت بغل باز میشه. مثلا قال از این 8 حرف هست، دهان به سمت بالا باز شد. اما ما نمیگه ما لا تعلمون، نمیگه و اعلم ما لا تعلمون، نه و اعلم ما لا تعلمون. ما دهان اینوری باز میشه، ما لا تعلمون. اینا رو دقت کنید از اون حروف استعلیه. بعد در لفظ جلاله الله هم گفتیم که لفظ جلاله الله هر وقت ما قبل لفظ جلاله فتحه باشه و یا ضمه باشه که بالای خط نوشته میشن، دهان به سمت بالا باز میشه. و هر وقت هم که مثلا والله، یا اگر در وقت هم که کسره باشه قبلش به اون موقع پر خونده نمیشه. بالله، الحمدلله مثلا قبل لفظ جلاله کسره باشه باریک خونده میشه، اگر فتحه یا ضمه باشه پر خونده میشه. برگردیم این آیه رو از اول یک بار به همراه شما عزیزان بخونیم. و اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفه. این در هنگام وقف. حالا بستش کنیم. إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اینجا میتونیم ادامه بدیم، نیازی نیست که تکرار کنیم از قبل.
قال اینی اعلم ما لا تعلمون. نون حرکت نکنه. روی ماولا دقت کنید. قاف فرق قال این سمت بالا باز میشه دهان. قال اینی اعلم ما لا تعلمون. نون هیچ حرکتی پیدا نکنه. بریم خط بعدی. های بعد و علم لام هم به همراه این خونده میشه هم تنها با خودش. و علم آدم و علم آدم. اینجا همزه الف آدم اینجا پر خونده نمیشه نگید آدم آنا آدم. الف خونده نمیشه. این لام نیاز به حرکت ما قبل داره. از این میم کمک میگیریم. مل اینجا اینجوری میشه آدم الاسماء. اینجا میم پر خونده نمیشه. میم از اون 8 حرف نیست. نمیگیم اسماء. نه این غلطه. و علم آدم الاسماء كلها نگید كلها ثم عرضهم ثم عرضهم علل. ببینید اینجا الان این فتحه داره میشه لام هم فتحه داره میشه لا علا. این یا هیچ علامتی نداره، هیچ حرکتی نداره، خوانده نمیشه. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. این لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره چون ساکنه. از لام کمک میگیریم. این لام میچسبه به این لام و این یا و الف این وسط هیچ نقشی ندارن. چی میشه؟ علل الملائکتی اگر اینجا وقف کنیم میشه چی؟ علی الملائکه که این خیلی خونده میشه. ما بسلش میکنیم اینجا علی الملائکه فقال. این دقت کن روی این حرف. الان اینجا این که همزه هست این نون ساکنه بعدش با اومده. اینجا خود به خود این میم رو نوشتن دیگه. این میم نوشته شده یعنی چی؟ یعنی اینجا نون تلفظ نمیشه دیگه. اینجا همون قاعده اولی اجرا میشه. بعد از نون ساکن حرف با اومده، نون تبدیل میشه به میم، این میم تلفظ میشه و این نون دیگه هیچ تلفظ نمیشه. همون قاعده اقلاب یا قلب به میم، مثل همون کلمه زنبور در فارسی. اینجا چی خونده میشه؟ به جای نون ساکن ما میم رو تلفظ میکنیم. اینجا میگیم ام، نمیگیم ان، میگیم ام بی او همزه واب بعدش همزه خودش ضمه داره، بعد ضمه واب اومده میشه او نی ام بی اونی بی اسمائی. تا اینجا اینجا روی این کلمه میکنیم دقت کنید. این ها فتحه داره بعدش الف اومده و مد هم داره. یعنی بعد چی بشه؟ اینجا الف خوانده، اینجا صدای آ میگیره ها، چون بعدش الف اومده. فتحه داره بعدش الف میشه ها. اما همین ها رو باید بکشیم چون مد داره، میشه ها. پر خونده نمیشه. ها پر خونده نمیشه. دقت کنید از حروف مستعلیه نیست، باریک خونده میشه. ها نمیگیم ها او. این او نیست، این اوه. ها اولائی نگید، ها اولائی او. این واو خونده نمیشه، همزه خونده میشه به جاش که ضمه داره. همزه اینجا یک ضمه داره، میشه ها او. ها او. لام بعدش لام فتحه داره بعدش الف اومده، صدای آ میگیره.
اما چون مد هم داره باید کشیده بشه. کشیده میشه چی میشه اینجا؟ لا ای. این قسمت دوم اینجوری خونده میشه لا ای. اما اینو کلشو با هم بخونیم ها اولای ها اولای. خب از اول خط بیاین. انبئونی باسماء هؤلاء. این الان اینجا این نون ساکن، بعد از نون کاف اومده. کاف از کدوم حرفه؟ چه قاعده اجرا میشه از اون 4 قاعده‌ای که گفتیم؟ بعد از نون به نیومده، پس قاعده اقلاب نیست. بعد از نون کاف از حروف یرملون هم نیست، پس قاعده ادغام هم اجرا نمیشه، یعنی نون تبدیل نمیشه به حرف ما بعد، چون بعد حتما این یکی از حرف یرملون می بود که این کار میشد. بعد از نون حروف حلقی هم نیومده. کاف رو دقت کنین از کجا ادا میشه؟ تو هم یعنی بگید کاف از دهان ادا میشه، معنی اصلا کلا مخرجش حلق نیست. از حروف حلقی هم نیست. حروف حلقی 6 تا بودن، همزه و ها، عین و همزه و ها، عین و ها، غین و خا. اینجا اون قاعده 4 اجرا میشه. نون ساکن بعدش یکی از غیر اون حروف سگانه اول اومده و از حروف اخفاست. بعدش اینجا نون از مخرج خودش ادا نمیشه. نمیگیم ان کنتم، ان کنتم. نون رو از بینی ادا میکنیم. این نون دوم هم دقیقا همین اتفاق براش میفته. باز این نون ساکن دوم، این نون هم ساکن هست، بعدش حرف ت اومده. حرف ت از اون 3 قاعده اول روش اجرا نمیشه، نه حرف از حروف یرملون است، نه از حروف حلقی است و نه با هست. اینجا هم چی میشه؟ اخفا میشه. اینجا هم همون اتفاق میفته. اینجا هم دقیقاً مثل قسمت اول باز اخفا میشه، یعنی میگیم ان کنتم. روی اخفا هم ما یک مقداری به اندازه یک مدی وای میستیم. ان کنتم، نمیگیم ان کنتم رد بشیم، نه ان کنتم. خب برگردیم. صا فتح بعدش الف، صادقین. نون در آخر وقتی وقف میکنیم ساکن میشه. صادقین حرکت پیدا نکنه. اجازه بدید میگم برنامه کتاب ببینیم، برمیگردیم اشاره باز ادامه آیات رو در خدمت شما عزیزان خواهیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود، پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. بهار دلها. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مؤمنی که قرآن را تلاوت می کند مانند ترنجی است که بوی آن دلنشین و مزه آن نیز خوش است، و مؤمنی که قرآن را تلاوت نمی کند مانند خرماست که بویی ندارد ولی مزه آن شیرین است. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي
همي وغمي وذهاب همي وغمي. بررسی مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، آیه 31 رو تلاوتش رو با هم داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعلم، احمد جان تصویر دارید؟ بله. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال، در اینجا وقف نون لام رو ساکن میخواد. فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. خب آیه بعدی قالو این عرف خونده نمیشه. سبحانك سبحانك به کمی می در مخرج می لرزه و این یک قاعده هم در برنامه گذاشتم بارها تکرار کردم، قاعده قلقله بهش میگن. قلقله یعنی قلقله یعنی لرزیدن، لرزش، و 5 حرفن که سر هم اگر نوشته بشن میشه قطب جد، قاف تا با جیم دال، قطب جد. هر وقت این 5 حرف ساکن باشن در هنگام تلفظ اینها مقداری در مخرج این حرف میلرزه. مثل اینجا صبح نمیگیم سبحانک نه، یک مقداری بار میلرزه. صبح زیاد نشه که باز کسره نگیره. سبحانک. برگردیم. قالوا سبحانک لا علم. قالوا سبحانك لا علم لنا. اینجا کشیده میشه، نون هم از اون حروف حلقی نیست که اینجا الف بگیره پر خونده میشه، باریک خونده میشه. لا علم لنا الا ما علمتنا. اینجا باز دوباره باید بکشیم. لا علم لنا الا ما علمتنا. اینجا اگر وقف کنیم دیگه مد نمیشه، اگر وقف کنیم دیگه مد اجرا نمیشه. مد وقتی است که شما وصلش کنید. در هنگام وقف این علامت آخر، حرف آخر برای اینکه مدم که باشه هست میشه. خب اگر وصلش کنیم، یعنی اینو بعدی رو بخونیم باز وصلش کنیم. این نک انت. اینجا نون ساکن بعدش تا اومده اخفا میشه، اون قاعده آخری اجرا میشه، اون 3 قاعده اول اجرا نمیشه چون بعدش نه با هست، نه حروف یرملون هست، نه از حروف حلقی هست. تا رو تلفظ کنید ببینید تا میاد، اصلا خونن از ابتدای از دندان ها داره ادا میشه. اینجا نون چطور تلفظ میشه؟ نمیگیم انت، میگیم انت، صدا رو از بینی ادا میکنیم. انت، اینک انت. تا اینجا الف خونده نمیشه، لام نیاز به حرکت داره. انتل علیم این الف خونده نمیشه. انتل علیم الحکیم. از اول آیه رو بخونیم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك. اگر اینجا وقف کردین انک هست. بهتر بودم اینجا وقف میکردیم چون علامتش حداقل بسته داشت. از اول بریم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میم حرکت نکنه. أنت العليم الحكيم، نش حکیم. بعضی عزیزان این کار میکنن، میگن أنت العليم الحكيم، میم رو کسره میدن به خیال اینکه ساکن خونده بشه کسره میگیره باز اونطور. إنك أنت العليم الحكيم.
قال یا اینجا این الف به همراه اینجا دو تا هست. به دقت کن اینجا یک یا هست که فتحه داره، یک الف هست، یک همزه هست که این همزه فتحه داره، بعدش دوباره یک الف هست. اینجا دقت کنید که اینو چطور خونده میشه. یک بار این فتحه یا رو به همراه الف میخونیم میشه یا. خب این تمام شد. یا حالا باز این همزه رو باید بخونیم به همراه این الف میشه یا، چون مد داره باید بکشیم یا آدمو. دقت کنید یا آدمو، این روش دقت کنید. قال یا آدمو. خب اینجا مثل همون خط بالا، مثل انبئونی در اینجا دقیقا همون کلمه است. اینجا بازم پایین تکرار میشه. اینجا نون بعدش با اومده تبدیل شده به میم. نون دیگه تلفظ نمیشه، میم تلفظ میشه. ام ب هم هم. میم هم جز اون 4 تا حرفی نیست که خونده نشه، والی نیست. واو الف لام یا فقط حرکت نداشته باشن خوانده نمیشن. میم خوانده میشه. ام ب هم ب اسمائهم. أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم. اینجا دقیقا نون بعدش با اومده تبدیل میشه به میم. نون تلفظ نمیشه، میم تلفظ میشه. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل. حالا این لام رو ببینید. این لام چون بعدش یک لام دیگه هست، اینجا یک لام دیگه در خط پایین داریم. اینجا رو شیخ عثمان طاها اومده چیکار کرده؟ روی لام دوم تشدید گذاشته که نشان از این باشه که اون لام اول رو دیگه شما نخونید، اصلا نیازی به این نیست، مستقیم بچسبونید به این لام. شاید بعضی مصاحف روی این لام اول ساکن گذاشته باشن، روی لام دوم تشدید دیگه نباشه. در هر حالت چه تشدید گذاشته بشه روی لام اول هیچی گذاشته نشه مثل این، چه روی لام اول ساکن گذاشته بشه روی لام دوم حرکتی نباشه، فقط فتحه باشه تشدید نباشه، این به من 2 بار خونده میشه. خلاصه این 2 تا لام هست. خب اینجا ما این لام اول رو نمیخونیم چون روش هیچ حرکتی نیست. گفتیم لام حرکت نداشته باشه خونده نمیشه. لام دوم که تشدید داره نیاز به حرکت ما قبلش داره که قاف هست، ضمه داره، میشه چی؟ اقل لکم. الم اقل لکم. قال الم اقل لکم اینی. اینجا کشیده میشه، مد داره، این یا رو باید بکشیم. اینی اعلم غیب. تا اینجا الف خونده نمیشه، لام حرکت نداره خونده نمیشه، تشدید نیاز به حرکت ما قبل داره. آخرین حرکت به میچسبه به سین. غیب السماواتی. غیب السماواتی. سماواتی. الف خونده نمیشه. والارض و اعلم ما تبدون. و اعلم ما تبدون و ما کنتم. اینجا نون ساکن بعدش حرف تا اومده. اینجا چه قاعده اجرا میشه؟ قاعده آخر اجرا میشد، قاعده 4می اخفا میشه. کنتم تکتمون. از این قسمت این آیه را از اول با هم بخونیم یه بار.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون. اینجا من چون وقف کردم نون رو ساکن خوندم. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. بریم آیه بعدی. و اذ قلنا للملائکتی. خب تا اینجا. الان این کلمه الف خونده نمیشه، سین نیاز به حرکت ما قبل داره، این حرکت ت میچسبه به این. و اذ قلنا للملائکت اسجدوا این الف هم خونده نمیشه چون علامت صفر داره، هیچ نقشی نداره اینجا. آدم، این لام کسره داره، این الف یک همزه بعدش همزه‌ای که فتحه داره بعدش الف قرار گرفت. الان اینجا چند تا حرفه؟ اینجا 3 تا حرفه. یک لامه که کسره داره میشه لی، یک همزه است که فتحه داره و بعدش الف قرار گرفته که صدای آ میگیره میشه چی؟ لی آدم. و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم. اگر متصل بخونیم، اگر وقف کنیم که میشه لآدم. فسجدوا الف خونده نمیشه، اینجا وا باید مد بشه، بعد کشیده بشه. فسجدوا الا این به خاطر مدش بعد کشیده بشه. الا ابلیس ابا فتح بعدش الف، این الف خونده میشه، اینجا الف خونده میشه، این یا خونده نمیشه. ابا وس الف خونده نمیشه، اینجا این وسط الف در هنگام وصل خونده نمیشه چون قبل و بعدش به هم وصل میشه. واستکبر ابا واستکبر و کان من الف خونده نمیشه باز، من الکافرین. از اول بخونیم این آیه رو. و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر. اگر وقف کنیم اینطور خونده میشه. ابا واستکبر و کان من الکافرین. صدای من رو شما را اذیت میکنه. آیه 35. و قلنا یا آدم اسکن. دقت کنید چی شد؟ یا اینجا یه بار یا آدم این الف خونده نمیشه، میچسبه به سین. یا آدم اسکن انت، اینجا اخفا میشه، نون بعدش ت قرار گرفته. ت نه از حروف حلقی هست نه از حروف یرملون هست، نبه هست، پس اینجا اخفا میشه، نون از مخرج خودش ادا نمیشه، از بینی ادا میشه. انت و زوجک انت و زوجکل. اینجا کاف باز میچسبه به لام چون این الف خونده نمیشه، لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. و زوجکل جنت از اول خط. یا و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا
و کل منها منها نون حرکت نکنه، نگید منها رغدن این تنوین ان هست. اگر اینجا وقف کردیم چه میشه؟ اگر وقف کردیم اینجا میشه رغد نمیشه رغد نمیشه. تنوین ان رو گفتیم به خاطر این الفی که پشتش هست، هر وقت تنوین ان رو وقف کنیم الف میگیره، صدای آ میگیره، رغد. اما اینجا ما وقف نمی کنیم، ادامه میدیم. من فقط به خاطر یادآوری گفتم. خب اگر ادامه دادیم چی میشه؟ الان بعد از تنوین اگر ادامه بدیم باید تنوین رو تلفظ بکنیم. بعد از تنوین چی اومده؟ ها. بعد از تنوین ها اومده. کدوم یکی از اون 4 تا قاعده اجرا میشه بعد از تنوین یا نون ساکن؟ ها اومده. ها چیه؟ یکی از حروف حلقیه. ها. اینجا تنوین اظهار میشه. یعنی چی؟ یعنی از مخرج خودش نون ادا میشه. به راحتی همون تنوین همونجوری که هست خونده میشه. خلاص. رغدن حیث نمیگیم رغدن حیث، نه، رغدن حیث. خب و کل منها رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. این الف خونده نمیشه، این لام هم خونده نمیشه، همی چسبه بشین. ولا تقربا هذه الشجرة فتكون نیست، اینجا نه نمیشه. اینجا چون فتح بعدش الف قرار گرفته نا میشه، بعد صدای یک کمی این آ کشیده بشه تا مشخص بشه، فتکونه خونده نشه. فتکون نگید فتکونه. یک فرق لطیفی بین این دوتا هست. فتکون کشیده میشه کمی. فتکون من الظالمین. الف خونده نمیشه، لام خونده نمیشه، نون میچسبه به ضا. من الظالمین. ضا یکی از حروف مستعلیه است. ضا یکی از اون حرفی است که گفتیم که پر خونده میشن، یعنی صاد ضا، صاد و ضا، تا صاد و ضاد و تا و ضا، صاد ضاد تا ضا. ضا اینجا هست و غین و قاف و خا و را. حتما اینو بارها و بارها رو نوشتید و حفظم کردید دیگه. اگه تا حالا ننوشتید که دیگه ما ناراحت میشیم از دست شما. بارها دارم من اینو تکرار میکنم. صاد ضاد تا ضا غین و قاف و خا و را. اینجا ضا پر میشه و چی میشه؟ میشه فتکون من الظالمین. نمیگی من الظالمین، من الظالمین. بریم آیه بعدی. فازل لام به همراه ضا خونده میشه. فازلهما تا اینجا. بریم خط بعدی. الف چون قبلش کلمه وجود داره در هنگام وقف خونده نمیشه. اگر اینجا اول آیه بود مجبور بودیم الف شروع کنیم، اما چون قبلش هست اینجا کلمه دیگه ای داریم، الف خونده نمیشه، لام هم خونده نمیشه. شین نیاز به حرکت ما قبل داره، آخرین حرکت ما قبل. لام که حرکت نداره، الف هم حرکت نداره، این الف هم حرکت نداره. از میم کمک میگیریم. فازلهمش. میم میچسبه به شین، میم با این فتحه خودش میچسبه به شین و در این میان این الف و این الف و این لام خونده نمیشه. فازلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. اگر اینجا وقف کنیم میشه فی، اگر وصلش کنیم میشه فیه مما كان فيه. اگر وصل کنیم، اگر وقف کردیم که چی؟ و قلنا تا اینجا. اگر ادامه بدیم این الف خونده نمیشه. هی ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که فتحه است. اینجا ما 2 تا الف داریم که هیچ نقشی ندارن. یک الف اینجا روش صاد هست و این الف هم خونده نمیشه. ما الان مستقیم نون رو میچسبونیم به ها، میشه چی؟ و قل نه بیطو. این الف هم که خونده نمیشه، روش صفر قرار گرفته.
و قل نهبطوا بعضكم لبعض. بعد از تنوین الان حرف عین قرار گرفته. اینجا چی میشه؟ کدوم قاعده اجرا میشه از اون 4 تا؟ قاعده اظهار. عین یک از حروف حلقی هست. میگیم اینجا نون رو از مخرج خودش ادا میکنیم. لبعض عدو در هنگام وقف. اگه اینجا ما وقف کنیم واو کلا ساکن میشه، این تشدید و اینها هیچ کدوم خونده نمیشه. ولکم عدو بعضکم لبعض عدو. ببینید اینجا واو تشدید داره در هنگام وصل. الان فعلا در هنگام وصلش رو بخونیم باز تا وقفش برسیم. الان واو یک بار بعد به کمک دال خونده بشه، یک بار خودش تنها. عدو ون تا اینجا. خب اگر وصل نکردیم، ما اینجا وقف کردیم چه میشه؟ اگر وصل نکردیم وقف کردیم میشه چی؟ عدو این ساکن میشه دیگه، واو ساکن میشه و انگار که نه تشدیدی داره و نه تنوینی داره. میشه چی؟ عدو. خب حالا ما اینجا وصلش میکنیم عدو ون. اما این تنوین، بعد از این تنوین ما یک واو داریم. بعد از این تنوین یک واو داریم و گفتیم که بعد از تنوین یا نون ساکن هر وقت یکی از حروف یرملون که واو هم یکی از اون حروف هست قرار گرفت، اینجا قاعده ادغام صورت میگیره. یعنی این تنوین نون تبدیل میشه به حرف مابعد که واو هست. اینجا ما دیگه نمیگیم عدو ون، نون تلفظ نمی کنیم عدو ون، اون نون آخر رو تبدیل میکنیم به واو، میشه عدو و لکم. اینجا 4 تا واو پشت سر هم میشه. عدو این واو اول، واو 2 تا واو و این 3 تا واو. یک واو اینجاست، یک واو اینجاست، این 2 تا اول و آخر. این تنوین هم یک ضمه داشت، عدو ون بود، اون ضمه هم یک صدای واو در میاره. اون نونی که آخر بود هم تبدیل به واو شد، 4 تا واو اینجا میمونه، میشه عدو و لکم. عدو و لکم. و قل نحبطوا از خط بعدی، از خط قبلی. و قل نحبطوا بعضكم لبعض عدو و لکم. عدو و لکم فی الارض ولکم فی الارض مستقر. اینجا باز مستقر رون اگر ببخشید اگر واو نبود، مستقر رون اگر واو نبود چی میشد؟ مستقر رون میشد. اما بعد از تنوین اینجا باز دوباره واو داریم مثل همین عدوون، دقیقا همین شکل اینجا داریم. ببینید اینجا تنوین و واو، اینجا هم باز تنوین تشدید و واو، فقط فرقش اینه که اونجا واو اینجا ر شد. مستقرون نون باید تبدیل بشه به واو، حرف بعدش میشه مستقر و متاعون الی حین. و متاعون اینجا بعد از تنوین یکی از حروف حلقی قرار گرفته، از مخرج خودش ادا میشه و متاعون الی حین. خب اینجا رو یک بار دیگه اینجا چون که مشکل شد بخونیم. و قل نحبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. آیه آخر فتلقا فتحه روی قاف بعدش الف قرار گرفته، مد هم داره باید کشیده بشه. فتلقا قاف هم از حروف مستعلیه هست یعنی پر خونده میشه. فتلقا آدم من بعد از نون یکی از حروف یرملون قرار گرفته، تبدیل میشه به حرف ما، بعد نون تلفظ نمیشه، را تلفظ میشه. مر میشه مر ربهی
این یای کوچک بعد از کسره تبدیل میکنه این کسره رو به ای. مر ربیهی، نگین من ربیهی، مر ربیهی کلمات. اینجا بعد از تنوین فا یکی از حروف اخفا هست، اخفا میشه کلمات. فتاب علیه. انه این واو کوچک بعد از این ضمه صدای او میگیره. انه هو وت. الف خونده نمیشه، لام هم خونده نمیشه، ت تشدید داره، یک بار به همراه واو خونده میشه. هو تواب، هو تواب. واو هم یک بار به همراه ت خونده میشه، یک بار خودش تنها. ت یک بار به همراه واو خونده میشه، یک بار خودش تنها. هو تواب. الف خونده نمیشه، لام خونده نمیشه، این ضمه میچسبه به را. هو التواب الرحیم. آیه آخر بخونیم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم. إنه هو التواب الرحیم. این علامت جیم هم اینجا به نشانه وقف هست، یعنی اینجا که جایز هست. جیم یعنی جایز هست که اینجا وقف بکنید یا وقف نکنید. در هر دو حالت اشکالی نداره، میشه وقف کرد، میشه هم که وقف نکرد و ادامه داد، آیه رو به هم چسبان. این صفحه رو انشاءالله بعد از برنامه تماس‌های تلفنی شما رو خواهیم داشت و عزیزانی که نونهالانشون تلاوت میکنن از سوره های آخر هر سوره که دوست داشتن آزادن. بزرگترها انشاءالله حتما در همین صفحه با ما مشارکت خواهند کرد و غیر از این صفحه اجازه بدید که از سالها از بزرگترها، پدرها، مادرها و برادرها و خواهرای بزرگتر اجازه بدید غیر از این صفحه چیزی دیگه گوش نکنیم. میان برنامه میبینیم تماس‌های تلفنی شما عزیزان رو خواهیم داشت. شما خوبان و عزیزان، در بخش پایانی برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم با تماس‌های تلفنی شما عزیزان. شماره رو برادران کنترل لطف کردن براتون زنویس کردن، با این شماره تماس بگیرید. از سوالهای خارج از برنامه پرهیز بفرمایید و تلاوتتون انشاءالله بزرگترها در همین صفحه ششم و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه خواهند داشت و عزیزان نونهال هم که آزادن دیگه، هر جای قرآن خوندن مگه ما میتونیم بگیم نه، ما گوش خواهیم کرد. تماس اول امروز رو میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما، خودتون رو معرفی میکنید؟ حسین از ایران. آقا حسین از ایران. آقا حسین اگه موافق باشید تلاوت صفحه ششم رو با صدای زیبای شما شروع کنیم. الو. صداتون رو دارم حسین آقا، بفرمایید. احمد جان صدا رو داخل استودیو مقداری تقویت کنید برام. حسین آقا با تلفن صحبت کنید، لطف کنید تلویزیونتون رو ببندید، با تلفن صحبت کنید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کل قرآن به عقیده من بنده از اول سوره قرآن تا آخر سوره قرآن که اولش سوره توحید و آخرش سوره درسته. بنده فقط میتونم از قرآن یه چیز بگم، کل قرآن یعنی علی، کل قرآن یعنی اشهد ان علی و مریم. حسین آقا صدای بنده رو دارید؟ اجازه میدید ما تلاوت این چند آیه رو با صدای شما بشنویم بعد به تفسیر شما گوش کنیم؟ من قرآن فقط یه لحظه، من فقط می‌خواستم تفسیرش رو بگم. کل تفسیر قرآن یعنی اشهد شما روحانی قرآن رو با ما باشید، تفسیرش انشاءالله باشه بعدا. الو. من صفحه رو روی تلویزیون براتون نشون میدیم، چند تا آیه برای ما تلاوت بفرمایید. تلاوت قرآن فقط اول قرآن تا آخر قرآن یعنی اشهد ان علی و مریم الله.
خب شما همین رو لطف کنید اول روخانی قرآن رو برای ما بخونید تا ما بعداً تفسیر شما رو اعتبار بدیم. بنده قاری قرآن نیستم، فقط شما که قلبی من ممنون از تماس شما. ممنونم از تماس شما. قلبی بنده اینه که علی اول قرآن، علی آخر قرآن هم. متشکرم از تماس شما. ممنونم. ان شاء الله صحبت خواهم کرد در این. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. لطف کنید با تلفن صحبت کنید بیننده گرام. سلام علیکم. علیکم السلام. خودتون رو معرفی میکنید؟ ما از تاجیکستان میخوایم، دختری من خانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. من آمینه از تاجیکستان. من میخواهم سوره بقره را یکتن آیاتش را تلاوت نمایم. بسم الله بفرمایید آمینه خانم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله من خان بسیار زیبا بود، بسیار عالی بود. ما شاء الله. استاد برادر من هم میخواهم در این برنامه اشتراک کنند. بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خیرالله از تاجیکستان. من میخواهم سوره صاد را یک چند آیاتش را تلاوت کنم. بفرمایید خیرالله جان، خوش آمدید. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین كفروا بعزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن تنادوا ولا تهين منس وأجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. خیرالله جان دقت کن دو کلمه رو ولا تحین مناص. من برادرم میخوند. بسم الله. خانوادگی مشارکت کردن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من محمد صالح از تاجیکستان. من میخوام سوره انا انزلنا را تلاوت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما. محمد صالح جان صدای شما قطع شدن، رو خط هستید شما. صدای بنده رو دارید؟ ظاهرا تماسمون با این عزیزان قطع شد. ماشاءالله مختصر و مفید و هم تلاوتاشون مخصوصا آمنه خانم تلاوت دقیق و مرتبی داشتن و هم مختصر و مفید معرفی کردن خودشون رو،
کجا رو میخوان بخونن؟ مستقیم رفتن سراغ اصل مطلب. ماشاءالله ماشاءالله. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم. اسم من نگین است. از جرمنی با شما هم صحبت است. خواهرم اوربل جان بر شما آیت الکرسی را تلاوت میکنم. تشکر. بفرمایید. الله بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ماشاءالله ماشاءالله. عمو جان چند سال دارین شما؟ 4 ساله است. ماشاءالله. الله تعالی حفظشون بکنه برای شما و خانواده و امت اسلامی. ماشاءالله. آمین. بسیار زیبا بود. متشکرم از تماس شما. تشکر. خداحافظ. موفق باشید. ماشاءالله. بسیار تلاوت زیبایی با اون زبان شیرین کودکانه که حتی همزه رو هم ه تلفظ میکردن، اما دیگه نمیشه به این عزیزان خورده گرفت. از این عزیزان نمیشه مشکل تجویدی گرفت. حقیقتا دیگه در این سن و سال به این زیبایی تلاوت کردن جای تشویق و ترغیب داره. فقط بیننده بعدی. سلام علیکم. بخونی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین؟ سلامت باشید. متشکرم. خودتون رو معرفی میکنید؟ خانم امیری هم بعد خواستم در برنامه شرکت کنم و برادرم سوره اخلاص و خواهرم هم تلاوت کنم. خود شما چی؟ خود نه دیگه حتما. برای شما فکر کنم مهمتر باشه تلاوت قرآن کریم تا برای خردسالان. خیر بفرمایید. بدید دست خواهر و برادرتون تلاوت کنن. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ اسم من محمد یونس است. از افغانستان هستم. بفرمایید. کدوم سوره رو تلاوت میکنید؟ سوره علم نشرح. سوره علم نشرح. سوره انشراح. بفرمایید. بسم الله. قطع شد تماسشون متاسفانه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام بر شما بفرمایید. سلام استاد گرامی. خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید برادرم؟ من مهدی هستم از کردستان. آقا مهدی عزیز، همیشه صدای گرم شما زینت بخش محفل ماست. سلامت باشید. بفرمایید قربان. از آیه 30 بقره اگر لطف کنید تلاوت کنید ان شاء الله. یعنی از اول صفحه؟ از اول صفحه. باید قال ربک للملائکه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظیم. ببخشید صدام یکم گرفته است. ماشاءالله لذت بردیم. متشکرم از تماس شما. استاد گرامی مادرم هم میخواد یکم تلاوت کنه. اجازه بفرمایید در خدمتتون هستیم. بفرمایید. سلام بر شما مادرم. خسته نباشید. سلامت باشید مادر جان. تشکر از برنامه خوبتون. خواهش میکنم. از کجا تلاوت میکنید مادرم؟ از دنبال همین آیه که بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال یا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا ظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظیم. ماشاءالله سنتون ماشاءالله لطف کردید. تشکر از برنامه خوب. متشکرم از تماس شما. منت گذاشتید. لطف کردید. تماس الله تعالی شما را افشا کنه. محتاج دعای خیرتون هستید. الله تعالی یار نگهدارتون باشه. متشکرم. تبریک میگم به چنین مادری، چنین فرزندی رو و تبریک میگم برای چنین فرزندی وجود چنین مادری. بیننده بعدی سلام علیکم روحانی قرآن کریم. بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام. علیکم السلام. خودتون معرفی میکنید؟ نام من نگاه. نگاه. ماشاءالله چه نام زیبایی. از کجا تماس گرفتین عمو جان؟ از لندن آمدم. از لندن تماس گرفتین. خوش آمدین. کدام سوره رو تلاوت میکنید؟ سوره فیل. سوره فیل. بفرمایید. ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. ماشاءالله ماشاءالله. عمو جان چند ساله هستین شما؟ 7 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. تشکر از تماس شما.
سلام علیکم. خدا نگهدار شما. ماشاءالله. واقعا با این زبان معصوم کودکانه وقتی که تلاوت میشه قرآن انسان روحش تازه میشه واقعا. بیننده بعدی سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ من علی هستم از لندن و کدام سوره تلاوت میکنید؟ سوره علق میخونم. سوره علق. بسم الله. بله. سوره اقرا. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أو رآه استغنى یک بار دیگه إلى ربك جان یک بار دیگه الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان بله علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أو رآه استغنى إن إلى ربك لرجعى یک بار دیگه عمو جان با هم بخونیم. الرآه استغنى الرآه استغنى الرآه استغنى الرآه استغنى الرآه استغنى. احسنتم بله. إن إلى ربك لرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى بله درسته بفرمایید. بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى الله لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب. ما شاء الله ما شاء الله سر علی بود ما شاء الله. تشکر میکنم از تماسش. میخوام خواهرتون رو تلاوت میکنن بفرمایید. در ضمن قبل از اینکه خواهرشون تلاوت بکنن بینندگان عزیز سوره اقرا آیه آخر آیه سجده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. متشکر هستم از شما ماشاءالله بسیار عالی بود ماشاءالله ماشاءالله. تشکر میکنم از شما. تشکر. متشکرم از شما متشکرم. بینندگان عزیز سوره اقرا آیه آخر آیه سجده است و عزیزان انشاءالله که سجده میکنید دیگه یک سجده تلاوت برای معلوم میشه بعد از برنامه تمام شده که از عزیزان در برنامه گذشته هم سوره اقرا خونده شد و پیام فرستاده بود که آقای سوره ما اشتباه سجده نکردی. الان من اگه بخوام بلند شم سجده بکنم که برنامه رو که اجرا کنم قربون شما. انشاءالله من بعد از برنامه سجده میکنم باز شما هر فرصت کردید حتما سجده رو انجام بدید. بیننده بعدی رو میبینیم صداشون رو میشنویم. سلام علیکم به خوانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما. خودتون رو معرفی میکنید؟ بیننده گرامی رو خط هستید با تلفن صحبت کنید. سلام بر شما. الو سلام علیکم بفرمایید.
السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ نامتون چیست؟ بسم الله شروع کنید تلاوت کنید. متاسفانه تماسشون قطع شد. بیننده بعدی سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده بعدی سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام علیکم. سلام برای روخانی قرآن کریم. بفرمایید برنامه روخانی قرآن کریم خودتون رو معرفی کنید. بنده مادرم میخواستم تو برنامه‌تون شرکت کنم، خانم فریال محمد طاهر. بفرمایید. از ایران. بفرمایید. بله. الان میتونیم صحبت کنیم؟ بفرمایید. تلاوت رو از کدوم سوره شروع میکنید؟ یه چند عدد همین سوره بقره امروز. بسم الله. بسم الله. همین آیات رو از ابتدای سوره، از ابتدای صفحه 6 و قال ربکش تلاوت بفرمایید. بله. بفرمایید. الان یه چند گوش خدمتتون باشه. یه چند عدد گوش خدمتتون باشه. سلام علیکم. سلام بر شما. بفرمایید. بفرمایید. الان صفحه روی تصویر تلویزیون هست، اگه مصحف خودتون هم دارید شروع کنید. قال ربک للملائکه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال إني أعلم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أحسنتم ما شاء الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أحسنتم ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا
رغدا حيث شئتما رغدن اینجا اظهار میشه رغدن بله اظهار میشه رغدن حیث شئتما رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين احسنتم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تشکر از تماس شما، لطف کردید. ممنونم. مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم، لطف کردید تماس گرفتید. متشکرم از تماس شما. بیننده بعدی میگیریم. سلام علیکم. سلام بر شما. السلام علیکم. علیکم السلام. نامتان چیست؟ من مؤمنه هستم. مؤمنه، ماشاءالله چه نام زیبایی. مؤمنه از تاجیکستان. عمو جان چند سال است شما؟ بله چرا که نه، بفرمایید سوره بقره رو بخوانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آمن رسول بما أنزل إليه من ربه مؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقاموا حميدا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. احسنتم ماشاءالله. برادرم سوره حمزه میخوانم. بسم الله بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما. نامتان چیست؟ بسم الله. بسم الله شروع کنید. اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ماشاءالله ماشاءالله. تشکر از تماس شما. متشکرم. سلامت باشید. متشکرم، لطف کردین تماس گرفتید. تلاوتی که خواهر ایشون مؤمنه خانم شروع کرد، دعای آخر سوره مبارکه بقره رو تلاوت کردن و این دعای همون دعایی هست که در شب معراج به رسول صلی الله علیه و سلم از طرف الله متعال هدیه داده شد و در این دعای تنها دعایی هست که از طریق فرشته، تنها آیاتی که از طریق وحی، از طریق جبرئیل علیه السلام نرسید، مستقیم از طرف الله تعالی رسید. وقتی این آیات بر زبان یک کودکی چنین زیبا تلاوت میشه، انسان
پر از شور و شعف میشه حقیقتا. بیننده بعدی رو صداشون رو میشنویم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم، بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. نامتان چیست؟ عبدالله. عبدالله جان، از کجا تماس میگیرین؟ از تاجیکستان. از تاجیکستان. چند سال هستین؟ 6 سال. 6 سال همون بود لحظه تهرانیش. 6 ساله هستین. کدام سوره رو تلاوت میکنین؟ انا انزلنا. بسم الله. بسم الله، بفرمایید عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار خوب بود. ماشاءالله، احسنت. تشکر از شما عبدالله جان. خداحافظ شما. بیننده بعدی. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم، بفرمایید. سلام علیکم آقای سلیمانی. سلام بر شما برادرم. خودتون رو معرفی میکنید؟ من قاری عبدالله هستم. اون شب هم برای شما زنگ زده بودم اگر یادتون باشه. بله قربان، خاطر دارم کاملا. خوبید شما انشالله؟ چند دقیقه فرصت داریم اگر گفتم تماس میگیرم. متشکرم. اگر موافق باشید چند آیه از ابتدای صفحه‌ای که درس امروز بود رو با هم تلاوت بکنیم، چون کمتر از 5 دقیقه پایان برنامه فرصت داریم. مصحف دارید پیشتون یا بفرستیم؟ من درسته. و از قلنا للملائکة اسجدوا. از اینجا شروع کنید، 2 آیه رو تلاوت کنید. بعد بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أحسنتم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احسنتم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزاكم الله خيرا. متشکرم از تماس شما، لطف کردید. ببین آقای سلیمانی قبل نکن، من خیلی حرفای زیاد برای گفتن دارم. من شماره شخصی خودت اگر به من بدید من چشم انشاءالله. من بعد از دوستان شماره شما رو یادداشت کردن، بعد از برنامه با شما تماس میگیرم.
متشکرم از تماس شما. اگر احتمال تمام شدن شارژ بعد روشن است، اگر نه فردا ان شاءالله یا برنامه بعدی ان شاءالله زنگ با شما تماس میگیرم. چشم ان شاءالله. چشم. متشکرم از تماس شما. من منتظر میمونم اینجا. خدا چشم حتما ان شاءالله تماس میگیرم. متشکرم از تماس شما. احمد جان نمیدونم فرصت داریم برای تماس بعدی؟ 5 دقیقه اضافه میده به ما. ممنون لطف میکنید. بیننده بعدی. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام بر شما بفرمایید. ما همین باشه قرآن میخونم. بفرمایید بفرمایید. محمد جان بفرمایید. الو سلام محمد جان. الو بله سلام علیکم. علیکم السلام. چطوری محمد جان خوبی؟ خوب هستم. شما چطور خوب هستید؟ متشکرم ممنون لطف کردید تماس گرفتید. کدوم سوره تلاوت می‌کنی محمد جان؟ من میخوام آیت الکرسی بخونم. بسم الله. احمد جان صفحه 42 اگه بیاری. بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي العزيز. صدق الله العظيم. ما شاء الله احسنتم. ما شاء الله محمد جان عالی بود. جانم در خدمت. میخوام قرآن بخونم. بسم الله. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. اسمتون رو میگید عمو جان؟ نامتون چیست؟ من یاسمین از افغانستان سعودی زنگ میزنم. یاسمین خانم از سعودی تماس گرفتن. لطف کردید یاسمین خانم. قل هو احد میخونم. بسم الله بفرمایید خواهرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظیم. ماشاءالله یاسمین خانم. قل شما. متشکرم از تماس شما عمو جان. لطف کردید. ممنون از شما. الله یار و نگهدار شما. سلامت باشید خواهرم. موفق باشید. الله یار و نگهدار شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. الو سلام بر شما. سلام خسته نباشید. سلامت باشید خواهرم. خودتون معرفی میکنید؟ زهرا هستم از ایران. زهرا خانم از ایران. اگر موافق باشید صفحه 6 را از ابتدا و اذ قال ربک للملائکه تلاوت بفرمایید. بله حسن. تو 3 آیه تلاوت بفرمایید که بیشتر شاید فرصت نشه چند نفر دیگه هم باشید در بیخ. بفرمایید. باشه. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله. ممنون. متشکرم. برنامه موفق باشید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. بیننده بعدی. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ اسم میلاد است از لندن زنگ میزنم. آقا میلاد از لندن خوش آمدید. کدوم سوره تلاوت میکنید برادرم؟ اگه موافق باشید ادامه تلاوت خواهرمون زهرا خانم رو شما ادامه بدید. سوره فاتحه رو میخونم. فاتحه رو میخونید. بسم الله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ماشاءالله ماشاءالله. متشکر از تماس شما میلاد جان. تشکر. موفق باشید. الله یار نگهدار شما. آخرین تماس امروز رو هم صداشون رو میشنویم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. خودتون معرفی میکنید؟ زهرا هستم از افغانستان. زهرا خانم از افغانستان. خواهرم اگر شما سوره بقره رو تلاوت میکنید یا جای دیگر؟ سوره بقره. خب شما از آیه 31 که زهرا خانم قبلی تلاوت فرمودن ادامه تلاوتشون ادامه بدید. و علم آدم الاسماء كلها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظیم. متشکرم از تماس شما. صفت میذارم به بینندگان بعدی. متشکرم از تماس شما. لطف کردید. الله تعالی شما. من یکی از شاگردان شما هستم که در حفظ شما رو همراهی میکنم. ماشاءالله. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. موفق باشید. متشکرم از تماس شما. ما همینقدر اکتفا میکنیم و انشاءالله بقیه تماس باشه برای برنامه بعد، هرچند که همیشه خطها پر هست. تشکر میکنم از همه شما عزیزان. فقط نسبت به صحبت تماس اولمون برادرمون حسین آقا اگر انشاءالله که باشن هنوز پایگیرنده، حسین جان بهتر بود که این گونه معرفی میکردید قرآن رو، که قرآن آمده تا الله رو معرفی بکنه و صفات الله رو معرفی بکنه و پروردگار دنیا رو معرفی بکنه. قرآن کتابی است که برای معرفی خود الله تعالی است. کلام الله است برای معرفی خود الله، صفات الله، قدر الله، حقیقت صفاتش و اینکه انسان فقط اون رو بپرسته و دین الله و مخلوقات الله تعالی. کتاب الله تعالی است، نه کتاب هیچ انسان دیگری. و شما سیدنا علی رو این گونه بهتر بود معرفی میکردید که قرآن برنامه زندگی علی بود و علی رضی الله عنه چیزی خارج از قرآن عمل نکرد و نمونه عملی قرآن بود. این تعریف خیلی زیباتره برای سیدنا علی. قرآن نیامد تا حضرت علی رو معرفی بکنه، حضرت علی قرآن رو برای ما تعریف کرد و برای ما عمل کرد، همونجوری که رسول صلی الله علیه و سلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر و بقیه صحابه این کارو کردن. اما قرآن که بیاد تا یک انسانی رو برای ما معرفی بکنه، نه، این گونه نیست. این بی‌مهری در حق قرآن. اگر بخواد شما قرآنی که کلام الله تعالی است رو این رو نسبت بدید به یک انسان که قرآن اومده فقط یک انسان رو معرفی بکنه، نه، کلام الله تعالی اومده تا خود الله تعالی رو برای ما معرفی بکنه، تا ما رو به الله تعالی برسونه. و در این میان رسول صلی الله علیه و سلم و تمام پیروان قرآن کریم از نسل اول، از شاگردان اول هم بهترین نمونه و الگوان برای عمل به قرآن کریم. این گونه معرفی میکردید که قرآن علم علی بود و علی عمل به قرآن، نه که قرآن اومده باشه تا علی رو معرفی بکنه. همون که بقیه صحابه همین گونه بودن، ابوبکر، عمر، عثمان، حیدر و امام حسن، امام حسین و بقیه بزرگان، فاطمه زهرا، عایشه صدیقه رضی الله عنهن اجمعین. تشکر میکنم از همه شما عزیزان
که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. من معذرت خواهی میکنم از همین عزیزانی که پشت خط موندن و تشکر ویژه از عزیزان در اتاق کنترل و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و